وقتت بخیر باشه. رضا راوی هستم. میدونستی که حتی وقتی یه رابطه کات میشه بعدش هنوز تو رابطه ای؟ اگر فکر میکنی که یه رابطه کات شده و دیگه توی اون رابطه نیستی، همین الان این ویدیو رو ببند. اما اگر فکر میکنی که وقتی کات کردی و هنوز توی رابطه هستی، ادامه این ویدیو رو گوش کن. وقتی یه رابطه ای رو کات میکنید یا دعوا میکنید یا هر چیزی که منجر به جدایی از پارتنرت میشه، حتی به طور جدی، خب خیلی از پارتنرها هستن که 24 با هم دعوا میکنن، ما کاری به اونا نداریم. من روابطی که خیلی جدیان و کاتشون به نوعی میشه گفتش که از دید خودمونیش اینجاست که دیگه تموم شده است. اگر این اتفاق برای تو افتاد، خودت رو موظف بدون که تا 1 ماه جوری رفتار کنی که انگاری هنوز توی رابطه ای. به خودت اجازه نده با شخصی غیر از همجنس خودت درد و دل کنی. خودت رو تو موقعیتی قرار نده که بخوای خیانت کنی. جوری رفتار کن که انگار هنوز توی رابطه ای. شاید الان با خودت برگردی بگی که چرا باید این کار رو بکنم؟ پارتنرم شاید این کار رو نمی کنه. اون داره عشق و حالش رو میکنه، اون داره زندگیش رو میکنه. نه، این کاری که داری میکنی برای پارتنرت نیست، برای شخص خودته. ببین، به طور معمول وقتی انسان ها با هم توی رابطه ای میرن، علاقه‌ای هست، احساسی هست، محبتی هست، دوست داشتنی هست و همه چیزهایی که مربوط میشه به احساسات درش وجود داره. سوالی ازت میپرسم، اگر تو بعد یه رابطه به سرعت وارد یه رابطه دیگه ای بشی و رابطه قبلی اصلا برات معنی و مفهومی نداشته باشه، تو چی هستی؟ مشخصا داری این ندا رو میدی که اصلا رابطه قبلی برای من بحث احساس نبوده، که اصلا من دلیلم از رفتن توی اون رابطه دلایل دیگه ای بوده. ولی اگه احساس بوده، مگه میشه تو تا دیروز یک نفر رو دوست داشته باشی، فرداش دعوایی بکنید، اتفاقی بیفته و از اون به بعد اون شخص رو دوست نداشته باشی؟ این محال ممکنه. دوست داشتن به سرعت از بین نمیره. پس تو باید تا 1 ماه جوری رفتار کنی که انگاری هنوز توی رابطه ای. چرا؟ به خاطر وجدان خودت، چون شخصت رو هنوز دوست داری. مهم نیست که اون 2 روز بعد از کات کردن با تو یا حتی 1 ساعت بعد از کات کردن با تو با شخص دیگه ای وارد رابطه شده. من اصلاً به طرف مقابلت کاری ندارم، من با شخص خودت کار دارم. تو ارزشت بالاتر از این هاست که بخوای شعور و شأن و شخصیت خودت رو پایین بیاری و کاری که پارتنرت کرده انجام بدی. یادت نره، تویی که الان داری به این ویدیو گوش میکنی، این ویدیو رو میبینی، مطمئناً از همه لحاظ از اون بالاتری و بهت قول میدم تو ضرر نکردی. شخصی که تو رو از دست داده ضرر کرده. پس تا 1 ماه توی رابطه نرو. بعد دیگه‌اش رو بخوایم بررسی کنیم، یکی از دلایل این کار اینه که امکان داره شما به هم برگردید. خب وقتی به هم برگردید، خوبیش اینجاست که تو عذاب وجدانی نداری، تو خطایی توی نبود پارتنرت نکردی، پس راحت ادامه میدی. اما
اگر برعکس این باشه توی رابطت عذاب وجدان خواهی داشت و این فوق‌العاده بده. شاید هم با خودت فکر بکنی خب من خطایی نکردم، شاید پارتنرم تو این مدت خطایی انجام داده باشه. باز هم خوبی این ماجرا اینجاست که مطمئناً تو متوجه میشی و وقتی به این موضوع برسی با خیال راحت از این رابطه خارج میشی. دوست داشتنت مدام کم و کمتر میشه. مطمئن باش متوجه میشی که خطایی کرده. ما هیچ وقت پشت ابر نمیمونه از نوع رفتار و حرکات و اتفاقات هایی که میفته متوجه میشی. یه مثال ساده برات بزنم. اگر پارتنرت وقتی که تو کات بودید با کسی تو رابطه رفته باشه، مطمئن باش یه پس لرزه هایی خواهد داشت که همین پس لرزه ها باعث میشه تو متوجه بشی که شاید با آدم اشتباهی توی رابطه ای. خب خیلی کمکت میکنه. و اما بیاین بعد خوب این مدتی رو که وقتی تو رابطه نیستید اما به رابطتون پایبند هستید رو بررسی کنیم. کم کم یکی از خوبیاش اینجاست که متوجه میشید آدم درستی رو توی زندگیتون انتخاب کردید. متوجه میشید که اگر طرف میگه دوستتون داره واقعا دوستتون داره و این خیلی مهمه. چون اگر واقعا دوستتون نداشت مطمئن باشید با کات کردن حتما خیانتی میکرد، وارد رابطه‌ای میشد یا کاری میکرد که شما اون رو دوست ندارید، ولی به خاطر دوست داشتن شما و به خاطر ارزش گذاشتن این رابطه و حتی شأن و شخصیت خودش احترام گذاشته و مونده. پس یقین پیدا میکنی که این رابطه‌ای که الان دارید ارزش ادامه دادن رو داره. امیدوارم که راجع به این موضوع اگر نقطه نظری، گفتمانی، بحثی دارید توی کامنت ها حتما بیان بکنید. حتما استفاده میکنیم، حتما بحث میکنیم با هم راجع به. شاید شما باگی در این موضوع میبینید از دید خودتون و نقطه نظر شما حتما کمک میکنه.